به کریپتو با ایمان خوش اومدید. امیدوارم که این محتوا برای شما خیلی مفید واقع بشه. اینجاییم تا یاد بگیریم که در آینده قراره چی کار بکنیم. الان در شرایطی هستیم که مثل ابتدای دوران کارتای شتاب بانکینگ، دقیقا توی حوزه تکنولوژی، توی حوزه کریپتوکارنسی. و یادت باشه اگر یاد نگیری امروز، فردا باید مثل اون پیرمردایی که میان جلو در ATM میگه جوون 200,000 تومان برای من کارت کن، شما هم باید کارتون رو بسپرید شخص دیگه یا هزینه ای ازتون دریافت میکنن یا حالا چیز دیگه. پس این حوزه رو خیلی زودتر یاد بگیر. از مباحث ابتدایی، اصطلاحات ابتدایی ما میخوایم چنل رو شروع کنیم تا مباحث تحلیلی و آنالیزی که بتونیم حالا دیتای بیشتری رو خدمتتون آموزش بدیم. امیدوارم که این چنل براتون مفید باشه. حتما حمایت بکنید و هر چقدر حمایت بکنید قطعا انرژی من هم بالاتر میره. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. فعلا میبینمتون.